درود عرض ارادت. فرارسیدن عید سعید باستانی و بهار رو به همتون تبریک میگم. تشکر ویژه دارم از تک تکتون که توی 1.5 سال گذشته حمایت همیشگی شما رو داشتم برای کانال، محتواش و واقعا لطف کردید. خیلی از همتون ممنونم. ویدئویی که الان بینندش هستید از کشور زیبای انگلستان، شهر لندن داره براتون ضبط میشه و توی شورت ویدئوهایی که گذاشتم از جاهای بسیار زیبای لندن هم راستی براتون صحنه‌های خیلی زیبایی رو شکار کردم. شورت ویدئوها رو هم دست بریم سراغ این که چند تا خبر جدید تو آلمان بوده، هم خود دولت آلمان رو شوکه کرده، مردمش رو شوکه کرده و اینکه ببینیم اصلا اصل ماجرا چی بوده. بعد از اینکه فرد 25 ساله‌ای به نام لوکاس میاد از مرز مکزیک وارد آمریکا بشه و دستگیر میشه و متاسفانه چیزایی که تعریف کرده خیلی دلخراش بوده، مثل اینکه با زنجیر به دور کمر و دست و پا روونش کردن با اتوبوس به کمپی یا زندانی در اصل برای قبل از اخراج از کشور آمریکا و این دولت آلمان رو به شدت ناراحت کرده، چون که در روابط دیپلماتیک این دو تا کشور تاثیر زیادی گذاشته و اون رو به نوعی بی احترامی به مردم و دولت آلمان و روابط بسیار دوستانه میون این کشورها بوده این همه سال دونستن. و متاسفانه فرد دیگه‌ای هم، یعنی در اصل خانواده‌ای به نام خانواده آقای اشمیت، گزارش میده که فرد دیگه‌ای هم که ایشون هم 35 سال دارن الان مدت 1 هفته است که در یکی از زندان‌های آمریکا هستند و ایشون هم رفته بوده به لوکزامبورگ و زمانی که برگشته توی فرودگاه آمریکا دستگیر میشه و با ایشون هم همون رفتار رو میکنن، با دستبند و پابند و اینا میبرنش به زندان و الان هم 1 هفته است زندانه. جالبه که بدونید ایشون سالهاست که داره در کشور آمریکا زندگی میکنه و اصلاً برای مسافرت و یا حالا هالیدی و تعطیلات نرفته بوده به کشور آمریکا و ایشون دارای گرین کارت آمریکاست. بچه‌هایی که یه خورده با این مسائل آشنایی دارن میدونن که گرین کارت تقریباً حق و حقوقی رو برای دارندش برمغان میاره که تقریباً مثل یک شهروند و یک آمریکایی، ولی متاسفانه این باعث شده که و چند مورد دیگه که از حالا عنوان کردنش خودداری میکنم باعث شده که دولت آلمان رو به فکر بندازه. و یک خبر خیلی جالب و تعجب برانگیزی از دفتر وزارت امور خارجه کشور آلمان به بیرون منتشر شد و این بود که گوینده این سازمان اعلام کرد که لطفاً به کشور آمریکا مسافرت نکنید، چرا که هنوز ما هم نمیدونیم علت این دستگیری ها، زندان بردن ها و اخراج به کشور آلمان چی هست. و متاسفانه البته این رو خیلی توهین بزرگی به مردم و دولت آلمان و همونطور که گفتم روابط دوستانه این دو تا کشور دونستن. باعث دید که در روزهای آینده چه اتفاقی میفته. خلاصه ترامپ موتور رو روشن کرده و اعلامم کرده البته وزارت امور خارجه آمریکا به دولت آلمان که این اقدامات جدی برای پیشگیری از ورود مهاجرین غیرقانونیه. اما آقایی که گرین کارت آلمان داره کجاش مهاجر غیرقانونیه؟ خلاصه ترامپ زده به سیم آخر دیگه، همه کار میکنه و قلدر که بود با جناب آقای ایلان ماسک هم که یکی شدن و خلاصه پشتش هم که از نظر پول پر و پیمونه و هر کاری فعلا داره میخواد تو دنیا داره انجام میده دیگه، داره جلو میده. بله اینطوریه. بهترین و شاید امیدوار کننده ترین اخباری که تو این چند روز منتشر شده بود این بوده که حزب و ائتلافی که در کشور آلمان انجام شده بود، یعنی بین حزب اونیون، اسپد و سبزها، این بوده که اینا اومدن با همدیگه میخوان یکی از قوانین اساسی کشور آلمان رو تغییر بدن و اون چیه؟ اون برداشتن اون ترمز بدهیاست روی 500 میلیارد یورو. اینا اومدن گفتن که آقا این رو ما باید آزادسازی بکنیم و بتونیم کشور رو 500 میلیارد یورو حالا یا بیشتر مقروض بکنیم، به دلیل اینکه این پول سریعا حالا توسط کردیت یا هر چیز دیگه ای هست سریعا این پول آزادسازی بشه و اینا بتونن در بحث زیرساخت‌های کشور آلمان این پول رو هزینه بکنن. اومدن گفتن در ابتدا فقط 100 میلیارد یورو رو به ایالت‌های مختلف آلمان میفرستن برای زیرساخت‌هایی مثل مدارس، آموزش بهتر، دانشگاه‌ها، خرید خیلی از ساختمان‌ها و زمین‌هایی که برای آموزش و بیمارستان و درمانگاه‌ها و اداره‌های پلیس و اینا و بیشترین حالا
اون فوکوسی که دارن روی اینه که میخوان حمل و نقل کشور آلمان رو که متاسفانه خودتونم میدونید دویچه بان چند سال اخیر خیلی ضعیف عمل کرده، تأخیرهای بسیار و قطارها و یا اتوبوس‌های نامنظم و اینا، خلاصه میخوان توی زیرساخت‌ها بیان یک تغییرات درست و درمونی رو در بخش خدمات حمل و نقل عمومی انجام بدن که از این وضعیت بیرون بیان، چون که دیگه میگن این اصلا وضعیت جالبی نیست که کشور در اون قرار گرفته و ما میتونیم با آزادسازی میزان کردیت روی 500 میلیارد تومان و بالاتر توی بخش هزینه‌ها و زیرساخت‌های تمامی ایالت‌ها و کشور سرمایه‌گذاری‌های خیلی خوبی بکنیم. حالا یک سوالی حالا بین علما دوستان و اینا زیاد صحبت میشه که آقا این قراره که از بخش مالیات‌ها درست بشه، اما خب بیاید به اون ورش هم نگاه بکنید که باعث میشه کلی شغل در کشور ایجاد بشه و اینکه حالا این رو میخوان واقعا از محل اخذ مالیات‌ها بگیرند یا نه و یا خیلی از مسائل دیگه، این خودش جای بحث داره. اما حداقلش اینه که یه خبری شنیده بودیم، یادتونه در زمان کرونا اومدن 19% مالیات گاسترونومی و رستوران ها رو آوردن به 7% برای اینکه اونها یه جونی بگیرن و بتونن انجام بدن. بعد دوران کرونا برگشت به 19% اگه یادتون باشه. الان دوباره دولت اومده اعلام کرده که این بخش رو بیاریم روی 7% مالیات ها رو کم بکنیم که دوباره بتونه این بخش و صنعت غذا و توریسم جون دیگه ای بگیره. پس میشه گفتش که این نیست که میخوان همش رو از بخش یعنی دوش مردم در اساس جیب مردم و بخش مالیات ها انجام بدن. خلاصه بایستی که منتظر موند و دید که این چه اتفاقی براش انجام خواهد شد. اما از این که جناب آقای فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان و این احزاب تصمیمشون 100% رو انجام هم میدن و میبرن تو بوندستاگ و قانون اساسی آلمان رو تغییر میدن، چیزیه که مثل اینکه 100% انجام شدنیه و عملیه. یه خبر حاشیه‌ای هم این وسطا در اومد، البته یه ذره هشدار مواظب باشید، فصل گرما داره از راه میرسه، خودشون هم نمیدونن چرا، اما از سال 2023 به این ور متاسفانه 3 سال پی در پی، یعنی 23 و 24 و 25 که حالا در ابتداش هستیم در اصل، میگن که ما نمیدونیم چرا که تعداد افرادی که دارن در استخرها و رودخونه ها و اینا غرق میشن زیاد شده و این دولت رو خیلی نگران کرده. گفته که آقا بایستی که بیشتر مواظب بود و یا امکانات و وسایل پیشگیری بیشتری رو در نظر گرفت. یه خبر دیگه هم که اومد اینه که نوجوان‌ها رو دیدن که خیلی ساعات زیادی رو دارن در طی شبانه روز با موبایلاشون و فضای مجازی وقت میگذرونن. البته این فقط مختص آلمان نیست و تمام دنیا به این معضل گرفتاره. خیلی متشکرم که تا پایان ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی که خودم هم نمیدونم از کجا دوباره براتون بگیرم، بدرود.